حداقل دریافتی ماهانه کارگران متأهل با بعد 3.3 نفری از 8,208,360 تومان به 11,107,000 تومان افزایش پیدا کرد. چجوری از گلوتون پایین میره 14 میلیون تومان و 7 تومان دارید میدید به این بند، 9 تومان دارید میدید جلو زن و بچه شرمنده بشه؟ خجالت نمیکشید؟ واقعا الان خود مسئولین یک ماه با 10 میلیون تومان تو تهران مثلا زندگی کنن. نمایندگان کارگران معتقدند حداقل دستمزد باید 17,160,000 تومان باشد. میتونی با 8 تومان زندگی کنی؟ من توضیح بدم. میتونی؟ 8,350 چه زندگی آبرومندانه ای رو برای کارگران کشور ما فراهم میکنه؟ یعنی ما داریم همینطور شاهد کوچک شدن سفره‌های مردمیم و این کوچک شدن همینطور ادامه داره. این نکته بسیار مهمیه که مردم ما در معیشتشون مشکل دارن و باید به این موضوع رسیدگی بشه. لعنت بر اون کسی که مردم رو داره ناامید میکنه، لعنت بر اون کسی که مدام داره یه کاری میکنه که مردم ایران از این کشور، از این مرز و بوم خسته بشن، و لعنت بر اون کسی که خودش اینجاست، شعار فقط داره میده ولی بعضن خانواده‌اش اون ور آبها دارن برای خودشون کیف میکنن.